برایان جانسون، کارآفرین آمریکایی و میلیاردر حوزه فناوری، در ادامه تلاش‌هاش برای بازمهندسی بدن خود اعلام کرده شیوه درمانی جوانسازی آلت تناسلی رو آغاز کرده. جانسون 45 ساله که مالک سرویس پرداخت آنلاین معروفیه و میلیون‌ها دلار از اون کسب درآمد میکنه، برای به حداکثر رسوندن سلامتش و جوانسازی خودش سنگ تموم گذاشته. برایان که هر روز مقادیر زیادی مکمل مصرف میکنه، حالا اعلام کرده برای بهبود نوزای خودش به سراغ شوک درمانی رفته. جانسون در توییتر خودش نوشت: اولین درمان جوانسازی آلت تناسلی رو شروع کردم. درمان با موج شوک متمرکز 6 جلسه هر هفته 3 بار با هزینه 1000 تا 2000 دلاره. جانسون میگه آزمایشات کنترل شده نشون داده شوک درمانی اختلال نوز رو بهبود میبخشه. او همچنین نوشت: ما داریم آزمایش میکنیم که ببینیم آیا این کار مجموع زمان نوزهای شبانه، عملکرد جنسی و رضایت جنسی رو بهبود میبخشه یا نه. در واقع دستگاهی که با اون تحت شوک درمانی قرار میگیره در هر جلسه 4000 شوک به او وارد میکنه. محققان دانشگاه یوتای آمریکا میگویند شوک درمانی میتونه گزینه‌ای برای درمان مردان مبتلا به اختلال نوز باشه. با این حال اونها تاکید دارن که این شیوه یک گزینه آزمایشیه. این محققان میگویند پژوهش‌ها نشون داده این درمان آزمایشی میتونه گردش خون رو تحریک کنه و باعث شکل‌گیری عروق جدید بشه. این شیوه هنوز از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا برای درمان اختلال نوز مورد تایید قرار نگرفته. به گفته محققان این روش درمانی با ریسک هایی هم همراه است، از جمله درد و خونریزی یا کبود شدن روی آلت تناسلی و اطراف اون، ادرار خونی و خمیدگی آلت تناسلی. اونو همچنین میگن بین 1 تا 3 ماه طول میکشه تا نتیجه درمان آشکار بشه، اما نتایج اولیه میتونه بسیار چشمگیر باشه. برایان پیش از اعلام آغاز شوک درمانی گفته بود که امیدواره بتونه یک نوز شبانه 3.5 ساعت رو تجربه کنه. او بعداً در توییت دیگه نوشت که در این صورت 3.5 ساعت از شب رو در حالت نوز سپری خواهد کرد و کمبود خواب میتونه بر همینم اثر بذاره. این جدیدترین بخش از برنامه جوانسازی مفصل و البته عجیب و غریب برایان جانسونه که تخمین زده میشه سالانه 2 میلیون دلار رو صرف اون میکنه. اون علاوه بر مکمل‌های زیادی که هر روز مصرف میکنه، یه رژیم غذایی گیاهی هم داره که اونو به دقت تمام ثبت و مستند میکنه. این میلیارده بیش از 33,000 عکس از وعده‌های غذایی خود گرفته و هر چیزی از وضع استخوان‌ها گرفته تا تعداد نوزهای شبانه خودشو تحت نظر داره. جانسون و پزشکانش مدعی‌اند او در عرض 2 سال تونسته سن بیولوژیک خودش رو بیش از 5 سال کاهش بده و اون حالا قلب یک فرد 37 ساله، پوست یک فرد 28 ساله و ظرفیت ریوی و آمادگی جسمانی یک فرد 18 ساله رو داره. این آقا روز خودش رو از ساعت 5 صبح آغاز میکنه و بعد از اون به مدت 1 ساعت به انجام ورزش‌های شدت بالا میپردازه و هر شب در 1 ساعت ثابت به رخت خواب میره و البته از 2 ساعت پیش از خواب هم یک عینک مسدود کننده نور آبی به چشمای خودش میزنه. بعد از اون که اون سبک زندگی که منجر به راه اندازی شرکتش شد اون رو درگیر افسردگی و افکار خودکشی کرد، تصمیم به آغاز مسیری تازه برای درک عملکرد بدنش گرفت. جانسون که پدر 3 فرزنده بر اساس یک برنامه ویژه زندگی میکنه که بیشتر شبیه به یک شغل تمام وقته. او از امواج الکترومغناطیس برای بهبود تن عضلانی ماهیچه‌های کف لگن خودش در قسمت‌هایی که دسترسی به اونها دشواره استفاده کرد. جانسون میگه هدفش اینه که مطمئن بشه مغز، کبد، کلیه‌ها، دندان‌ها، پوست، موها، آلت تناسلی و رودش مانند زمانی که 18 سال داشت کار کنند. سرتیم پزشکان جانسون، الیور زولمن، میگه
هیچ کسی در دنیا نیست که سن تقویمیش 45 ساله اما سن تک به تک اعضای بدنش 35 ساله باشد. جانسون و زولمن به همراه یکدیگر به سراغ جدیدترین تحقیقات علمی میرن و از جانسون همچون موش آزمایشگاهی برای آزمایش روش‌های درمانی پیشگامانه استفاده میکنند. از نظر زولمن بهبودهایی که تا به حال توانسته در بدن جانسون ایجاد کنن هنوز در ابتدای راه قرار داره. اون میگه ما هنوز به نتایج چشمگیری نرسیده ایم. نتایجی که در برای آن به آنها رسیده ایم معقول و کوچکند و همان چیزی هستند که انتظار میرفت. جانسون هر روز 1 ساعت ورزش میکنه و علاوه بر اون 3 بار در هفته ورزش‌های شدت بالاتری انجام میده. یکی از اعضای اصلی برنامه اون آزمایش مداوم عملکردهای بدنشه. اون دمای بدن، قند خون، تغییرات ضربان قلب و سطح اکسیژن خودش رو در عین خواب تحت نظر داره. علاوه بر اینها او به طور منظم آزمایشاتی مخصوص به کلیه ها، پروستات، تیروید و دستگاه عصبی خودش انجام میده. این کارآفرین آمریکایی حالا در خانه‌ای در کالیفرنیا زندگی میکنه که اون رو به قیمت 7.5 میلیون دلار خریداری کرده و البته بعداً تغییراتی در اون از جمله ساخت یک واحد پزشکی کامل مختص به پروژه جوانسازی خودش ایجاد کرد.